اینقدر درگیر آسایشگاه شدم یادم نیست آخرین بار کی بیرون بستنی خوردم. شیکه. آره شیکه، ولی من بیشتر آرامش رو دوست دارم. هر موقع میام اینجا آروم میشم. الان آروم شد. یعنی یه جورایی پاتوقتونه. بله. جای گرونی به نظر میاد. خب من خیلی تو قید و بند پول نیستم، برام مهم نیست. خوبه، تمیزه. اینجا آب هویج بستنیاش خیلی خوشمزه است. بخورین عاشقش میشه. آقا واسش اوه بیا عزیزم، کجاست؟ سلام علیکم. سلام. 2 تا از همون همیشه بود. ببخشید من شما رو میشناسم؟ چیه یادت نیست منو؟ بابا ما مشتری همیشگی هستیم، میام اونجا میشینم زیر عکس اون آقا اسمش چیه؟ افری بوگارد؟ افری بوگارد. به هر حال در خدمتم، بفرمایید. لطف کنید 2 تا آب هویج بستنی. بزرگ دیگه. بزرگ. همه دیگه؟ 3 تا خودت بخور چشم مشتری رو ببین. گوگلو گذاشتن گارسو. ولی اینجا واقعا جالبه ها. آره منم خیلی دوست دارم. پر عکسای بازیگرا و قهرمانای فیلمای سینمایی. شما اسم چند تاشون رو بلدین؟ تقریبا اون که افرونگارد، اینم که هیتلر، چیزه چارلی چاپلینه. نمیدونم، من به نظرم اینا قهرمان نیستن. اینا قهرمانای کاغذی ان رو در و دیوار. از نظر من قهرمانای واقعی اون آدمایی هستن که ما هر روز داریم تو اون آسایشگاه میبینیم. من واقعا هر روز یه درس تازه ازشون میگیرم. میدونی منم امروز از شما یه درس بزرگ گرفتم. نه این حرفو نزنید خواهش. آخه من همیشه عادت داشتم در مورد تخلفاتی مثل سیگار خیلی سخت برخورد میکردم. خب این درست نیست دیگه. بله، ولی میدونین امروز شما با رفتارتون انقدر شرمنده‌شون کردین که تا الان حتی یه مورد بوی سیگار گزارش نشده. خب این خواست خداست دیگه، خدا رو شکر. من فکر میکنم خدا منو یه وسیله کوچیک قرار داده برای سلامتی برادرم. کوچیک؟ آره کوچیک، تعارف که نداری. حالا اونقدر کوچیک نه، مثلا نه اینقدر بزرگم نه، نمیدونم، به اندازه خودم به هر حال. اصلا اندازش مهم نه اینجوری نیست آقا رضا. ببین وقتی یکی داوطلبانه میاد تو آسایشگاه کار میکنه، بعد با جیب خالی برای جانبازا ویلچر تهیه میکنه، با رفتارش همه رو تحت تاثیر قرار میده، به نظر شما یه همچین آدم بزرگی نیست؟ مرسی، شما لطف دارین، نظر لطفتون. چی شد که تصمیم گرفتین بیاین آسایشگاه؟ کسی مگه چیزی گفته؟ نه. هیچی؟ بچه رو میپرسین؟ دست شما دردن. خیلی ممنون. چیزی نشد. نه همه چی که گفتنی نیست، اما میدونی من فکر میکنم که پشت یه همچین کار داوطلبانه‌ای باید یه دلیل زیبا وجود داشته باشه. دلیلش خب واقعا زیباست. دلیلش که واقعا زیباست. میدونی همونطور که خودتون معتقد هستین، من فکر میکنم همینجوری، چجوری بگم، این یه چیزیه بین من و اون بالایی. دوست ندارم زیاد علنی بشه. بله خب راحت ترم نگم. خب شما یکم از خودتون بگین، از خانواده‌تون. خانم عباسی از دست من ناراحت نشین، واقعا ببخشید، ولی غیر از شما هر کس بود این سوالو میپرسید نوکرشم بودم، همه چیزو بهش میگفتم. اون تا الان دوست ندارم، چجوری بگم، خدا چه کاری با من میکنه. الان دوست دارم همینجوری یه خادم بینام و نشون بمونم، اینجوری راحت ترم. ببخشید. زیباترین حرفت را بگو، شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن، و هراس مدار که بگویند ترانه‌ای بیهوده می‌خوانید. چرا که ترانه‌ای بیهوده نیست، چرا که عشق بیهوده نیست. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود. نخوردین شما؟ من انقدر دوست دارم ته این لیوانو بریزم. بچه ممنونم. بفرمایید. در خدمتتون قربان. آقا رضا لطفاً اجازه بدین من حساب کنم. نه خواهش میکنم. منم اگه اجازه بدم آقا جواد اجازه نمیدن. درست آقا جواد؟ بهادر است. بهادر اسمه؟ آقا جواد اینجا دیگه نمیاد؟ جواد نداریم. آقا معذرت میخوام. خواهش میکنم.
شما برید کنار ماشین من خدمت گم کردم یا جایی گذاشتم. امکان داره من مبلغشو فردا تقدیمتون بکنم اگه اشکالی نداره؟ آقا اگه اشکالی ببخشید این باشه خدمت شما باشه آقا تو رو خدا آقا شرمنده جلو خانواده خود دست شما در قابلی هم خواهش کرد بفرم خدای خودت قبول کن. آقا رضا ای باش شما هنوز اینجایی؟ من فقط حساب ما چقدر شد؟ 16 تومن. آقا جواد دیگه واقعا نمیان نه؟ نداریم.